اصلا قرار نیست خانواده همسر دست خوششون بیاد و این کاملا اوکیه و طبیعیه. این فانتزی ذهنی که همه خانواده همسر باید منو دوست داشته باشن، شیفته من باشن و کلا بریزش دور. اصلا هم اینطوری نباید باشه. و ما داریم توی ایران زندگی میکنیم، فرهنگ ما پر از چالشه. قبول کن و بپذیرش. خانواده همسرت ممکنه که اصلا از تو خوششون نیاد، ولی تو میتونی رابطه خوبی با همسرت داشته باشی. حالا اگر تو این کشمکشه خانواده همسرت باعث ناراحتی تو شدن، تو نباید بری باهاشون صحبت بکنی ها. این وظیفه همسرته. اوکی، دلخوری پیش اومد، همسرم میره باهاشون چالشو برطرف میکنه. چون اگر خودت بری، قطعا یه سری مشکلات دیگه به وجود میاد که اصلا نمیتونی جمعش بکنی و تو رو به هر کسی که میپرستی با خانواده همسرت با احترام رفتار کن، نه با صمیمیت که همه چی رو به هم میریزه. چون هر چقدر باهاشون صمیمیتر باشی، بیشتر به خودت آسیب میزنی و بیشتر بهت بی احترامی میکنن. اصلا هم به این فکر نکنی که میتونی طرز فکرشون رو تغییر بدی. اونا اصلا تغییر نمیکنن. پس تلاشی برای تغییرشون نکن.